خب بریم عزیزان با هم دیگه این سوخوری‌های ترد و خوشمزه با این پولکی‌های زیبا رو درست کنیم. ابتدا شما به یه مقدار فیله نیاز دارید. فیله ها رو از چند ساعت قبل یا روز قبل مزه‌دار کنید، بعد داخل یخچال بذارید. مواد مزه‌دار کردن رو تو کپشن براتون می‌نویسم. فیله رو با حرکت دست یکم بازش کنید و همینطور که تو تصویر می‌بینید حدود 2-3 دقیقه با آرد سفید اینجوری ورز بدید. به طریقه ورز کردنش خوب دقت کنید، یعنی این باید توی آرد قوطه ور بشه. ببین همون مرحله اول یه مقدار پولکی ها شکل میگیرن. آردای اضافی رو جدا میکنیم و با آب و یخ بهش شوک میدیم. اینا رو میزنیم یه لحظه زیر آب یخ، هرچی دمای آب کمتر بهتر. مجددا زیر آرد و همون حرکت قبلی رو برای همه مرغا تکرار میکنیم. اینجا شما نمای بالا میبینید. به محض اینکه مرغا رو از آرد بیرون آوردیم اونو باید بندازیم توی روغن داغ، یعنی روغن باید به مقدار زیاد باشه، حرارت هم بالا که مرغا سریع سرخ بشن و آب نندازه و آب مرغ تبخیر نشه که مرغاتون خشک و دندونگیر بشن. یعنی همونجوری مرغ بین این سوخوری‌ها باید نرم و آبدار بمونه. حدود چند دقیقه هر دو طرفش رو سرخ میکنیم. حرارتون حتما بالا باشه و حتما وقتی سرخ کردید اونو میذاریم روی یک دستمال که روغن اضافه هاش گرفته بشه. به این مرحله میگن دیسکارد و خیلی مهمه، وگرنه یه حالت روغنی میشه.